خب یو گایز چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو دوم. اومدیم برنامه بازی ها رو بگیم براتون. وبکم اومده، وبکم خریدم، وبکم اومد، منتظر مانیتورم که بیاد حل. خب من برنامه رو به شما بگم. شنبه اسپایدرمن 2 رو میفتم. شنبه اسپایدرمن 2، یک شنبه ماینکرافت، دوشنبه ای فوتبال، سه شنبه پلیر کریر فیفسیزمن، چهارشنبه مینجر کریرش، پنجشنبه اسپایدرمن ریمستر، بعد چونه جمعه میدونم چه فکر میدونم جمعه شاید یه تراینات تو دماغم تیکه تراینات تو لفی همچین چیزی رو زنیم، یعنی هر جمعه میشه این شنبه، یک شنبه، دو شنبه فلان هم میشه. و لایک کامنت ساب یادتون نره، امیدوارم خوشتون بیاد. تا ویدیو بعدی و برنامه بعدی، لیتس